اینجا مرز پاکستان و افغانستان و ایران است. نگاه کنید مردم با چه سختی و بدبختی از ترس گشنگی و سرمای زمستان به طرف ایران حرکت میکنند. قاچاقبران و ظالم هستند، به قیمت جان اینایی را تمام میکنند. از شلیک گلوله گرفته تا مردن از گرسنگی و تشنگی هیچ کس متاسفانه توجه نمیکنند، نه حکومت نه کسی. از ایرا فامیلی را میبرند. نگاه کن، وای خدا هست از ایرا فامیلی بره. مجرد نمیتونه در ایرا فامیلی باز میکنه. کلاشت یک سلیب میکنن. نگاه کنه آن دخترک کوچولو را.